سلام به همراهان عزیز پول نو. با تحلیل بایننس کوین 7 خرداد ماه در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم که بایننس کوین با چالش‌های اخیر بازار چه کرده. تو تحلیل قبل گفته بودیم که BNB در چارت روزانه خط روند نزولیش رو به بالا شکسته. تارگت ها نقاط برخورد نمودار با خط روند نزولی بودن و تارگت اول پرایس شده بود. قیمت بعد از تارگت اول اصلاح شد، اما تلاش بایننس کوین ادامه داشت و دوباره به ناحیه تارگت اول برگشت. اگر BNB بتونه از تارگت اول عبور کنه، تارگت های بعدی $745 و سقف تاریخی بایننس کوین هستند. همچنین گفتیم که میانگین های متحرک نمایی 20 و 50 روزه یه صلیب طلایی رو نشون میده که میتونه به معنای تمایل صعود باشه. صلیب طلایی یا دسکراس زمانی اتفاق میفته که یک میانگین متحرک کوتاه مدت یه میانگین متحرک بلند مدت رو به بالا میشکنه. میانگین متحرک نمایی 20 روزه بایننس کوین هم تونسته میانگین متحرک نمایی 50 روزش رو به بالا بشکنه. در زمان تحلیل قبلی بایننس در لبه میانگین متحرک نمایی 20 روزه بود و گفته بودیم که اگر به زیر اون بیاد میتونیم منتظر اصلاحی دست کم تا نقطه شکست خط روند نزولی یعنی $605 باشیم. نمودار تا به این لحظه حمایت میانگین متحرک نمایی رو نشکسته و هنوز در بالای اون حرکت میکنه. یه ناحیه نقدینگی مصرف نشده از نظر عرضه و تقاضا در بالای $700 هم دیده میشه که احتمالاً نیاز به مصرف شدن داره. بنابراین در نهایت پیش بینی ما بر اینه که بایننس کوین بتونه تارگت های بعدیش رو هم در $745 و سقف تاریخی قیمت پرایس کنه، مگر اینکه میانگین متحرک 20 روزه از دست بره. تحلیل بایننس کوین امروز هم به پایان رسید. امیدواریم که براتون مفید بوده باشه. منتظر نظرات و کامنتاتون هستیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.